و از این جهت است شیخ نظاری در عمل هم وقتی که به افغانستان رفت خود ارادیت را به عنوان روش کار مطرح ساخت، چنان که وحدت را هم به عنوان روش کار برای رسیدن به عدالت مطرح ساخت. قالب‌هایی را که مردم ما را کوچک کرده بود شکست و برای از او بسیار رنج کشید، بسیار زحمت کشید و بعد فراتر از او در سطح اقوام و دیگر مردمانی که در افغانستان به نحو مورد ظلم و تبعیض بودن در طول تاریخ این رابطه ها را هم کوشش کرد برقرار بسازد و توافقاتی شد که به هر حال 19 توافقنامه‌ای که بین شهید مزاری و بین سران اقوام و احزاب دیگر در جریان 6-7 سال پس از تشکیل حزب وحدت اسلامی صورت گرفته گواه قضیه است. تلاش برای که یک محور منسجم و پرتوان برای رسیدن به عدالت و برای تأمین عدالت در سرزمینی که اساسش و صدها سال به بی‌عدالتی گذاشته شده بود یک محور ایجاد شود، یک توان ایجاد شود و به همین در همین رابطه بحث خود ارادیت را که شهید مزاری مطرح میکنه جالبه. چرا؟ چون اونایی که عدالت را در طول تاریخ در افغانستان شکستاند و قربانی کرد نفی ظاهری دیگران را شعار قرار نداد، بلکه از وجود دیگران برای کوبیدن هویتشان به شکل سمبولیک استفاده هم میکرد. چنان که ما در سپاه عبدالرحمنی که مردم ما را منهدم میخواست بسازه 62% منهدم کرد و بعد از اون روش‌های سیستماتیک 3 سپهسالار از مردم خود در کنارش داریم و یک مفتی در بین 7 مفتی که فتوای یاغیگری سرکوب یاغیگری هزاره را صادر کرده هم داریم. پس اینا استفاده سمبولیک میکردن، اما برای اعمال تبعیض، برای برهم زدن اساس عدالت محور در سیاست و قدرت. چنانکه پس از او هم در زمان سلطنت ظاهرشاه که به شکل سیستماتیک ادامه میداد رویه عبدالرحمن را، اما شاهد حضور وزرایی در کابینه ظاهرشاه هستیم. در هر مرحله، چه زمان موسی شفیق، چه زمان هاشم خان میانبال صدارتش و چه در صدارت داود خان. مگر امو از را که امروز وقتی بشینی از جمله مثلا دکتر عبدالواحد سرابی فعلا در جرمنی و اون کتاب می نویسد در رابطه با فدرالی شدن افغانستان. ما در سفری که با اونجا داشتیم از اون پرسان کردیم توی که حداقل 35 سال سابقه حضور در کابینه دولت‌های افغانستان را داشتی، چطور امروز روی فدرالیسم فکر میکنی و کتاب می‌نویسی و مخصوصا تئوری اقتصادی نظام فدرالی رو در حال کار کردن هم بده؟ ما بودیم و به همین دلیل هم می‌خواهیم که روی از این موضوع کار بکنیم، برای که ما سمبول بودیم نه تسلیم گیرنده. و ایست که ما یک خاطره را از یک کسی از رفتار شهید مزاری در این زمینه خدمت شما ند. در سفر به مسکو یکی از کسانی که با ما همراه بود دکتر شاهجهان غزنی، فعلا هم نماینده هست، و عضو شورای رهبری دولت آقای ربانی بود و سخنگوی شورای رهبری، اما از این دولت کناره‌گیری کرد و رفت و بالاخره کانادا و آمریکا و کجا مکمل صحنه افغانستان را ترک کرد. ما پرسیدیم چرا؟ گفت که ما نشستیم و بحث بسیار شدید و چند روزه شد که بالاخره با آقای مزاری به دولت بپیوندد. تصمیم گرفته شد که 5 وزارت برای حزب وحدت داده شود و حزب وحدت به دولت بپیونده. ما رفتیم، یادم میگم ما در بین رو به نهایت خوشحال بودیم که بالاخره این موضوع حل شد. بسیار یک دستاورد بزرگ است. وقتی رفتیم پیش شهید مزاری داستان از اول تا آخر قصه کردیم، هیچ چیز نگفت، گوش کرد در آخر فقط یک کلمه گفت 5 وزارتی که با ما دادید زیاد است، 4 هم زیاد است، 3 هم زیاد است، 2 یا یک وزارت کافی است. اما من میخوایم از شما بپرسم شما کی هستید که برای ما وزارت میدید؟ شما در اون کسی هستید که وزارت بخشیده میتوانید، فردا گرفته هم میتوانید، در حالی که ما میخواهیم تصمیم گیرنده باشیم ولو هیچ وزارتی
نداشته باشیم. وقتی ما تصمیم گیرنده نباشیم، بخشش خور باشیم و شما بخششگر، بنابراین فردا هم شما میتونید این بخشش پس بگیرید. خود ارادیت و حضور در تصمیم گیری جالبه. برای من همین تابلوی پشت سر تقریبا من میتونم بگم بسیار گونه‌ای طراحی شده و در واقع کل اندیشه شهید مزاری بر اینجا نماد داره. رنگ سیاه طولانی، رنگ سرخ کوتاه و رنگ سبز نسبتاً کوتاه و نسبت به سرخ درازتر. در درون خود حرف داره. ساختار سیاهی که قرنها دوام کرده مزاری میخواست رو برهم بزنن و تشیع خونینه که جز بدیست نمی آمدن جز او خونهای پاکی که داده شد. گرچه بعدها این موضوع شعار همه شد، بعدها افتخارش را بسیاری ها کردن و معاملش را کردن، در حالی که ما شاهد بودیم در لوی جرگه قانون اساسی کسانی که بعدها جشنها گرفتن و قیمت گرفتن با دو بحث تشیع در قانون اساسی مخالف بود. 5 جلسه شد و ما را فیلم هم داریم. یکی ماده 44 قانون اساسی که بحث توحید و بحث تنظیم محتویات کتب درسی بر اساس مذاهب اسلامی که شیعه و سنی باشد، با این مخالف بودن میگفتن اگر این باشد قطعا در لوی جرگه سنی ها مخالفت میکنن. گاهی رو باید برداریم خودمون. دیگر با اون بخش از ماده 131 قانون اساسی که در اونجا بگه در سایر دعاوی نیست محاکم مطابق فقه جعفری عمل میکنه و غیر از بحث احوال شخصیه. فقط بحث احوال شخصیه باشه. من یادم است بعد از 5 دور جلسه که همه بزرگان سیاسی مردم ما هم حضور داشت و ما 62 نفر اعضای لوی جرگه قانون اساسی هم بودیم، یکی از بزرگان در اونجا دقیقاً استاد خلیلی بود ولی گفت نه ما چرا خود ما برداریم؟ ما روحیت چنین نمیبینیم، نه در کمیسیون، نه در دولت و نه در احزاب. اگر برفرضم روحیت چنین بود ما از حکومت میبرایم، اینا از جرگه برایم. بالاخره در این زمان باید که صدای ما رو بشنوند و اگر نشد و اتفاقا در 10 کمیته کاری لوی جرگه قانون اساسی 1 نفر مخالف با هیچ یک از این موارد نبود. اما همین که بدون 1 نفر، بدون 1 رأی مخالف این تصویب شد، خب ما دیدیم دورها زده شد و جشنها گرفته شد، خیر است. اما این آبرخ از همت بس لاره کفن هاست. در این رابطه باید خونی داده میشد، باید در عمل نه در ذهن ولایتی بود، در عمل و مزاری چنین